با رشد قیمتی که بیت کوین داشته، خیلی الان سوالشون اینه که ما آلت سیزنی داریم یا نداریم، و اگر آلت سیزن داریم کدوم توکن ها کدوم کوین ها میتونن توی آلت سیزن رشد قیمتی خوبی رو داشته باشن. توی این ویدیو میخوام بازار رو تحلیل بکنم و راجع به آلت سیزن هم میخوام توضیح بدم و تعداد توکن رو هم میخوام معرفی بکنم تا در صورتی که آلت سیزن داشته باشیم یه سود خوبی رو بتونن به ما بدن. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. سلام، محمد علی ناری هستم. خوش اومدیم به این ویدیو. خب بریم یه تحلیلی با هم داشته باشیم. من اول از بیت کوین شروع میکنم. الان توی تایم فریم روزانه ما داریم بیت کوین رو میبینیم و همونطور که میبینید خب تمایلی برای حالا کاهش قیمت خیلی توش دیده نمیشه و الان هم که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم سعی داره یک کندل روزانه به این شکل ببنده و احتمال میدم که بخواد این سقف رو رد بکنه و قیمتش بالاتر بره. من فکر میکنم حالا اگه این سقف رو رد بکنه بتونه تا قیمت $97,000 $98,000 خودش رو بتونه برسونه. اگه بیایم تایم فریم پایینتر رو نگاه بکنیم، توی تایم فریم یک ساعته اینجا ما یه حمایت به این شکل داریم که حالا هر دفعه بیت کوین به این حمایت رسیده یه واکنشی داشته و دوباره قیمتش افزایش پیدا کرده. یه فشردگی قیمت اینجا دیده میشه که میتونیم به این شکل هم در نظرش بگیریم. اگر بیت کوین بتونه این سقف رو بشکنه، این مثلثی که تقریبا میشه گفت تشکیل داده رو بشکنه به سمت بالا، میتونیم حالا قیمت‌های بالاتری رو هم روی بیت کوین ببینیم. این افزایش قیمتی که الان داره روی بیت کوین اتفاق میفته روی آلت کوین ها تاثیر منفی گذاشته و باعث شده که آلت کوین ها قیمتشون بیاد پایین. من اگه BTC دامیننس رو بیارم میبینیم که الان دامیننس یه مقدار داره افزایش پیدا میکنه، اما توی تایم فریم روزانه وقتی دامیننس رو نگاه میکنیم توی محدوده مقاومتی قرار داره. یعنی ما اگه بخوایم یه محدوده برای اینجا فرض بکنیم، اینجا میشه محدوده مقاومتی دامیننس بیت کوین و من فکر میکنم که حالا اگه دامیننس دوباره بیاد بالا، یه سقف اگه اینجا دوباره بزنه، یعنی دوباره بخواد یه سقف جدید اینجا بزنه، از اون سقف جدیدی که میزنه میریزه و شاید ما یه حرکتی به این شکل داشته باشیم، یعنی دامیننس اینجوری بیاد بالا و از اینجا بخواد به سمت پایین حرکت بکنه و یه ریزشی داشته باشه که یه همچین الگویی رو من فکر میکنم تشکیل بده که اینجوری یه سقف اینجا زده، یه سقف اینجا زده، دوباره یه سقف هم اینجا بزنه و بعد از این سقف بخواد بریزه و خب موقع میتونیم یه رشد خوبی رو توی آلت کوین ها شاهد باشیم. اگر من دامیننس تتر رو هم بیام یه بررسی داشته باشم، ما اینجا توی دامیننس تتر یه حمایتی به این شکل داریم که الان دامیننس تتر به این حمایت رسیده و احتمالش رو من میدم که بخواد این حمایت رو به سمت پایین بشکنه. همینطور خب ما اینجا هم یه حمایت داشتیم و همونطور که میبینید دامیننس تتر شکسته این حمایت رو، بهش پولبک هم زده و دوباره ریخته. من احتمال میدم که اینجا هم این اتفاق بیفته، یه شکستی داشته باشیم، یه پولبک بزنه به این خط و ریزشش ادامه پیدا بکنه که خب ریزشی که تو دامیننس تتر اتفاق بیفته باعث میشه که هم آلت کوین ها یه افزایش قیمتی داشته باشن، هم بخواد خود بیت کوین هم افزایش قیمت داشته باشه. میریم سراغ نمودار توتال که ارزش بازار رو داره به ما نشون میده و الان ارزش بازار اومده بالای 3 تریلیون دلار و به نظر میاد که میخواد این سقف قبلی خودش رو بشکونه و بخواد یه سقف جدیدی رو شکل بده. فعلا توی این ناحیه درگیره و خب هنوز نتونسته این سقف رو بشکنه، ولی من احتمال میدم که بخواد این سقف رو بشکنه با توجه به اینکه خب یه استراحت کوچیکی هم داشته، یعنی به این سقف رسیده، یه اصلاحاتی داشته و دوباره به سمت بالا حرکت کرده. اگه بیایم توتال 2 رو هم ببینیم که توتال 2 در واقع میشه تمام بازارمنهای بیت کوین، یعنی ارزش تمام بازارمنهای بیت کوین. توی توتال 2 ما درگیر این ناحیه مقاومتیم و الان هنوز این ناحیه رو نتونسته رد بکنه. ولی توی توتال 3 که ارزش بازار رو به ما نشون میده، منهای بیت کوین و اتریوم، یعنی ارزش تمام بازار کریپتو، منهای بیت کوین و اتریوم،
اینجا یه سقف رو ما رد کردیم و الان توتال استیت درگیر این ناحیه مقاومتیه و احتمالش رو من میدم که این رو هم رد بکنه و بخواد باز هم به سمت بالا حرکت بکنه که اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم رشد خوبی رو توی آلت کوین ها شاهد باشیم. الان با توجه به اینکه آلت کوین ها یه کاهش قیمتی داشتن میتونه حالا ورود به بعضی از آلت کوین ها مناسب باشه که حالا من آلت کوین ها رو بررسی میکنم یکی یکی. اولین آلت کوینی که بررسی میکنم خب اتریومه که خب اتریوم الان درگیر این ناحیه مقاومتیه و اینجا رو هم نتونسته رد بکنه، ولی من فکر میکنم نهایتا اگه بخواد کاهش قیمت داشته باشه تا این محدوده بیاد پایین. یعنی اینجا ما یه رنجی رو داشتیم اگه بخوایم در نظر بگیریم و تا سقف این رنج شاید بیاد پایین و دوباره بخواد بیاد بالا که البته احتمال میدم این اتفاق بیفته 100% نیست و ممکنه خب از همینجا بخواد دوباره به سمت بالا حرکت بکنه چون اینجا هم یه حمایتی برای خودش ساخته. و اگر ما بخوایم یه صعودی توی بازار ارز دیجیتال داشته باشیم قطعا اتریوم میتونه سودده باشه و حداقل دیگه توی بدترین حالت میتونم بگم که سقف قبلیشو پس میگیره و حتی من فکر میکنم اگر بیت کوین بخواد قیمت‌های بالاتری رو ببینه اتریوم هم میتونه تا قیمت‌های 7-8000 دلار هم رشد قیمتی داشته باشه. پس یه قسمت از سبد ما میتونه خود اتریوم باشه. قبل اینکه برم سراغ بقیه آلت کوین ها یه توضیح مختصری که بخوام بدم تو این قسمت اینه که اگر ریسک پذیریتون پایینه خب شما باید بیشتر حجم سبدتون روی بیت کوین و اتریوم باشه. اگر ریسک پذیریتون بالاست میتونید مقدار بیشتری رو روی آلت کوین ها سرمایه‌گذاری بکنید و حجم کمتری روی اتریوم و بیت کوین داشته باشید. و توی تمام خریدهایی که انجام میدین یه ریسکی رو هم لحاظ بکنید. اون هم این هستش که خب الان با توجه به شرایطی که جهان داره احتمال اینکه دوباره ما درگیری هایی داشته باشیم توی حالا خاورمیانه زیاده و خب این میتونه تاثیر منفی روی بازار کریپتو بذاره. پس این ریسک رو هم در نظر بگیرین. اگر از قبل شما توی بازار هستین و هولدر هستین من فعلا پیشنهاد میکنم که نگهداری بکنید و احتمال میدم بازار بالاتر بره. اما اگر میخواین به تازگی به بازار ورود بکنید سعی بکنید توی منفی ها و روی اصلاحات قیمتی خریداتون رو انجام بدین و من توصیه میکنم که پله‌ای خریدتون رو انجام بدین که حالا نتیجه بهتری بتونید بگیرید، چون شاید حالا شما یه جایی یه ارزی رو بخرین ولی باز هم اون ارز قیمت پایینتری رو پیدا بکنه و فرصت خرید بهتری بده. پس شما باید یه مقدار نقدینگی داشته باشین که در صورتی که این فرصت خرید براتون ایجاد شد بتونید با قیمت بهتری وارد بشین. خب آلت کوین هایی که من میخوام معرفی بکنم توی سبدمون میتونیم داشته باشیم برای اینکه یه سود خوبی رو توی آلت سیزن بتونیم ازشون بگیریم. یکیش توکن APT یا توکن پروژه اپتوس که خب جای نسبتاً خوبیه برای خرید، یعنی خیلی بالا نیستش و همین جاها میشه خرید. اگر حالا پایین‌تر هم بیاد یه فرصت خرید تو این محدوده به ما بده خب خیلی بهتره، ولی اینجا هم جای مناسبیه برای خرید. و توکن بعدی توکن ARBه که برای شبکه آربیترومه و خب همونطور که میبینید یه ریزش سنگینی رو داشته، تا مدتی توی این محدوده رنج زده و نهایتاً با شکست این محدوده الان بالای سقف این محدوده یه رنج قیمتی قرار گرفته و این محدوده رنج قیمتی الان شده یه حمایت برای توکن ARB و الان تقریبا روی این سقف محدوده قرار داره و من فکر میکنم که نهایتاً حالا یا یه مقدار اینجا رنج بزنه و بعد بره بالا یا از همین جاها دیگه حالا حرکتش رو شروع بکنه و به سمت بالا بخواد حرکت بکنه. توکن بعدی که میخوام معرفی بکنم توکن اوپیه که برای شبکه آپتیمیزمه که این توکن هم توکن خوبیه، جزء لایه دوم ها هستش مثل توکن آربیتروم و این توکن هم جای نسبتا خوبی قرار داره و فاصله خوبی با سقف قیمتی قبلیش داره و احتمال اینکه تو آلت سیزن بتونه یه سود خوبی رو بده هستش. توکن بعدی توکن سویه که البته این توکن خیلی رشد داشته ولی اگر حالا شما این توکن رو از قبل دارین من فعلا توصیه به نگهداری میکنم و به نظرم ممکنه قیمت بالاتری رو هم ببینه. دوستانی که این توکن رو ندارن و تازه میخوان بخرن به نظرم صبر بکنه یه اصلاحی انجام بده و توی این محدوده، یعنی اگه بخوام یه محدوده‌ای براش در نظر بگیرم توی این محدوده اگر فرصت خریدی به شما داد میتونه مناسب باشه برای خرید
ولی خب خود من ریسک نمی‌کنم و اینجا بخوام وارد بشم، چون خب خیلی قیمتش بالاست. نمیگم بالاتر نمیره، شاید اصلا هیچ وقت این محدوده رو نبینه و بخواد بره بالا، ولی خود من ریسکش رو قبول نمی‌کنم که بخوام اینجا ورود بزنم. البته من خب ورودم پایین‌تر زدم، توی این محدوده ورودمو زدم، ولی اگر بخوام ورود جدیدی بزنم صبر می‌کنم اصلاح بکنه. اگر اصلاح کرد خب ورودمو انجام میدم، اگرم اصلاح نکرد خب میتونم ارزهای دیگر رو بخرم. خب ارزهای دیگه هم هستن و میتونم به من سود بدن. اگرم میخواین ریسک بکنید و اینجا خرید بکنید، من توصیه میکنم همه پولتون رو اینجا خرید نکنید، یه پله سبک اینجا خرید بکنید، چون روی سقف قیمتیه و میتونه ریسک داشته باشه براتون. توکن بعدی هم توکن سولاناست. سولانا هم رشد خوبی رو داشته تا به الان و به سقف قیمتی قبلیش رسیده و من فکر میکنم همچنان بتونه به رشدش ادامه بده. اما مسئله‌ای که هستش، اگر شما بخواید به این توکن ورود بکنید و از قبل ورود انجام ندادین، باز من توصیه میکنم که صبر بکنید یه اصلاحی روش انجام بشه و توی اصلاحات ورود بکنید. و دوستانی که از قبل توکن سولانا رو دارن، فعلا توصیه به نگهداری میکنم. میتونه قیمت‌های بالاتری رو ببینه، شاید بتونه دوباره از همین قیمتی که اینجا داره 2 برابر بشه. اما با توجه به اینکه ارزش بازارش بالا رفته، خیلی توقع نداشته باشین که رشدهای سنگینی بخواد بکنه، مثلا بخواد بشه $1000. من بعید میدونم، ولی احتمال داره که مثلا بشه $400 $450. این احتمال داره. و همونطور که گفتم اگر میخوایم بخرین حتما تو اصلاحات خریداری بکنید و با توجه به اینکه سولانا خیلی قیمتش بالا رفته، به نظرم حد ضرر رو هم براش قرار بدین. چون اگه دقت بکنید خب سری قبل که تا این سقف قیمتی بالا اومده، وقتی ریزش شروع شده تا کف $9 هم ریخته. یعنی خب کسی که اینجا خریده بوده، خب اگه میخواست نگه داره و حد ضرر نگه نداره و با حد ضرر بیرون نیاد، یه ضرر خیلی سنگین کرده. و البته اینم درسته که کسی که هولدر بوده نهایتاً یا سر به سر خارج شده از این ارز یا با یه سودی ازش خارج شده. ولی خب میخوام بگم این اتفاقات هم توی بازار کریپتو میفته و سعی بکنید برای معاملاتتون حد ضرر قرار بدین، مگر اینکه یه حجم خیلی کمی خریداری بکنید و خب براتون خیلی اهمیت نداشته باشه که اون حجم کمی که خریداری میکنید نهایتاً چه اتفاقی براش میفته. بریم سراغ توکن بعدی، توکن FTM. این توکن هم جای خوبی قرار داره، فاصله خوبی با سقف قیمتی قبلیش داره و ما میتونیم یه سود خوبی رو توی آلت سیزن ازش بگیریم. هنوز حرکت خاصی رو شروع نکرده و با توجه به اینکه یه سری از آلت کوین ها توی این مدت یه رشدی رو داشتن، FTM رشد خاصی رو فعلا انجام نداده. توکن بعدی توکن تون کوینه که البته این توکن به خاطر اینکه یه سری اتفاقات منفی براش افتاد، خب الان وضعیت جالبی نداره و خب خیلی اعتماد نمی‌کنن به این شبکه به خاطر همون بحث دستگیری پاول دروف. ولی در مجموع چون شبکه خوبیه و میتونه آینده دار باشه، میتونه یه قسمتی از سبد ما رو تشکیل بده. همینطور نات کوین هم اگر بخوایم یه نگاهی بهش بندازیم، میتونه یه رشد قیمتی داشته باشه. اگه ما یه خط روند هم اینجا بکشیم، همونطور که میبینید اینجا یه ترند نزولی داشته و اینو شکسته، پولبک هم زده و الان اینجا داره رنج میزنه. حالا ممکنه این رنج زدنش همینجور ادامه پیدا بکنه یه مدت و بعد بخواد رشد بکنه، و یا این که ممکنه حالا از همین جاها بخواد رشدش رو شروع بکنه. پس بد نیست که یه مقدار نات کوین هم توی سبدمون داشته باشیم. این رو هم اضافه بکنم که درصدی که شما از هر کدوم از این آلت کوین ها می‌خرین باید متفاوت باشه. مثلا یه توکنی که خب کم ریسک داره میتونه بخش بیشتری از سبدتون رو تشکیل بده. به طور مثال خود اتریوم قطعاً میتونه بخش بیشتری از سبدتون رو تشکیل بده. چرا؟ چون توکن کم ریسک تریه. یا مثلا توکن APT یا خود تون کوین، قطعاً توکن هایی که ریسک کمتری دارن میتونن بخش بیشتری از سبدتون تشکیل بدن. توکن بعدی هم که حالا یه نگاهی می‌خوایم بهش بندازیم توکن نیره که این ارز هم با تجربه این که حالا فاصله خوبی نسبت به سقف قیمتی قبلیش داره، میتونیم از این ارز هم یه رشد خوبی رو انتظار داشته باشیم اگه یه اصلاحاتی به سمت پایین بده. چون اینجا حالا توی یه ناحیه مقاومتی ما قرار داریم. ما کجا میتونیم بخریم اینو؟ یا باید صبر بکنیم یه مقدار بیاد پایین‌تر
و حالا با قیمتای پایینتر بخریم، مثلا اینجاها بخوایم بخریم، یا اینکه صبر بکنیم این سقف رو بشکنه، این سقف قیمتی رو بخواد بشکنه و بعد از اینکه اینجا رو شکست بخوایم اینجا تو این محدوده ها خریدمون رو داشته باشیم. یا اگر میخوایم پر ریسک عمل بکنیم میتونید همینجا یه پله خریداری بکنید، در صورتی که ریزش پیدا کرد یه پله دیگه هم دوباره بخریم. توکن بعدی که راجبش میخوام صحبت بکنم توکن FET که برای یکی از پروژه‌های هوش مصنوعیه. این توکن هم فاصله خوبی نسبت به سقف قبلیش داره، نسبتاً جای بدی نیست برای خرید، همین جایی که الان هست میتونیم یه مقداری توی سبدمون داشته باشیم. توکن بعدی هم باز دوباره از پروژه هوش مصنوعی، توکن تاو. این توکن هم نسبتاً جای خوبی قرار داره، میتونیم یه پله ازش خریداری بکنیم. میریم سراغ توکن بعدی، توکن چکس. قبلا یه سقف قیمتی اینجا داشته، الان دوباره به این سقف رسیده و همونطور که میبینید خیلی داره توی این محدوده معامله میشه و حجم خوبی هم خورده. من فکر میکنم این سقف رو بخواد بشکنه نهایتا و به سمت بالا حرکت بکنه، پس میتونیم یه خریدی هم روی این توکن داشته باشیم. حالا اگر اصلاحی به سمت پایین انجام داد روی اصلاحات خریداری بکنید، اگر اصلاحی به سمت پایین انجام نداد خب میتونید همینجا خریدتون رو انجام بدین و میشه یه پله اینجا خرید کردش. اگر حالا رفت بالا که ما با همون یک پله سودمون رو میگیریم، اگر خاصی اصلاحی داشته باشه توی اصلاحات میتونیم دوباره پله جدید رو اضافه بکنیم. اگه بخوایم با دقت به این قسمت نگاه بکنیم، ما اینجا تقریبا یه چیزی شبیه مثلث داریم تشکیل میدیم و اینجا یه فشردگی قیمتی ایجاد شده که من فکر میکنم با توجه به این که تقاضای خوبی روی پروژه های هوش مصنوعی هست این مثلث از بالا بشکنه و نهایتا این توکن هم بخواد یه سود خوبی رو بده. میرم سراغ توکن بعدی. این توکن هم برای یکی از پروژه هوش مصنوعی پروژه خوبیه. برای این توکن هم میتونیم این خریدهایی داشته باشیم. حالا باز من پیشنهاد میکنم که تو اصلاحات خریداری بکنید و از اینجا به بعد من هرچی میام پایین، از این قسمت که من میام پایین ریسک پروژه ها داره بیشتر میشه و از اینجا به بعد شما باید حجم خریداتون رو کمتر بکنید و پله‌ای خرید بکنید. یعنی این پروژه‌ای که من دارم الان معرفی میکنم میتونن سودای خیلی زیادی بدن، میتونن هم ضررهای سنگینی بزنن. به همین خاطر اگر شما میخواین خریدی انجام بدین روی این پروژه ها، یعنی از اینجا به پایین اگه خریدی میخواین انجام بدین، هم با حجم کم انجام بدین هم پله‌ای انجام بدین. یعنی مثلا یه پله اینجا بگیرین، دوباره اگر ریخت یه پله اینجا بگیرین و حالا اگر از اینجا حالا خواست بره بالا دیگه شما خریدتون رو کردین و نهایتاً با افزایش قیمتش سودتون رو از بازار میگیرین. میریم سراغ توکن بعدی. این توکن هم خوب رشد کرده تا الان و روی اصلاحاتش میشه خرید انجام داد و همونطور که میبینید هر سری که بالا رفته اصلاح نسبتاً کمی به سمت پایین داشته. البته خب غیر از اینجا که یه اصلاح خوبی رو داشته و یه فرصت خرید خوبی بوده، توی بقیه کندل وقتی شما نگاه میکنید هر موقع که یه اصلاحی داشته اصلاح نسبتاً کمی داشته، ولی وقتی افزایش قیمت داشته یه افزایش قیمت خوبی رو داشته. این توکن هم به عنوان یکی از توکن های هوش مصنوعی پیشنهاد میکنم که تو سبدتون داشته باشین و همونطور که گفتم از اینجا به پایین من هر توکنی رو دارم معرفی میکنم ریسکش بالاست. اگر میخواین خرید بکنید پله‌ای خرید بکنید، با حجم کم خرید بکنید، چون این ارزایی که من الان دارم معرفی میکنم میتونن مثلا 10 برابر بشن. شما اگه حجم کمی هم خریداری بکنید چون حد سود زیادی داره نهایتا سود خوبی رو میتونید ازشون بگیرید. میریم سراغ این توکن. این توکن هم باز جزء پروژه های هوش مصنوعیه. خب الان درگیر این ناحیه مقاومتیه و من فکر میکنم که حالا اگه بخواد اصلاحش رو بیشتر بکنه تا این محدوده بیاد پایین، تا این محدوده و از اینجا دوباره بخواد به سمت بالا حرکت بکنه، این رو هم میتونید زیر نظر داشته باشین و همونطور که گفتم به صورت پله‌ای خریدش رو انجام بدین. توکن بعدی هم این توکنه که خب یه رشد قیمتی تا $164 داشته و دوباره ریخته تا $50. همونطور که میبینید ریسک خرید اینا بالاست، یعنی نوسانی که میدن خیلی زیاده. به همین خاطر میگم پله‌ای خرید انجام بشه با حجم کم. میشه اینجا دوباره یه خرید داشت. الان توی ناحیه حمایتی قرار داره
ممکنه پایین‌تر بیاد و به خاطر همین اگر بخواد پایین‌تر بیاد من باز توصیه میکنم که خریدتون رو پله‌ای انجام بدین. و بازم تاکید میکنم این توکن با حجم کم باید خریداری بشه، حجم زیادی داخلش نبرین و مسئولیت خریدش هم قبول بکنید. و من فقط دارم معرفی میکنم، قطعا اگر سود بکنید به من سودی نمیرسه، برای خودتونه. خدای نکرده اگر ضرری هم بکنید ضررش به خودتون میرسه. پس نکاتی که میگم رو رعایت بکنید، حتما پله‌ای خریداری بکنید، حتما تمام اون ارزایی که تو سبد گفتم رو خریداری بکنید و ارزای کم ریسک و حجم بیشتری خریداری بکنید. یعنی اونایی که ریسک کمتری دارن حجم بیشتری از سبدتون رو تشکیل بده و نهایتا اونایی که ریسک بیشتری دارن حجم کمتری از سبدتون رو تشکیل بده. نهایتا توکن آخری که بخوام معرفی بکنم این توکنه که خب نسبتا جای خوبی قرار داره، فاصله خوبی هم با سقف قیمتی قبلیش داره. این هم یکی از توکن‌های حوزه هوش مصنوعیه و به نظرم میتونه این ارز هم سود خوبی رو بده و باز هم من توصیه میکنم که این رو پله‌ای خریداری بکنید. حالا یه پله اینجا میتونیم بخریم، یه پله هم اگر تا این محدوده اومد پایین دوباره میتونیم خرید داشته باشیم. مورد آخری هم که بخوام اضافه بکنم، خب الان بیت کوین $93,205 شد و به نظر میاد که این سقف رو داره میشکنه. من اگه بیام تو تایم 1 ساعته به نظر میاد که آره داره میشکنه و خب میتونیم شاهد این باشیم که قیمتش بالاتر بره و من فکر میکنم که بیت کوین تا حدود $98,000 یا $99,000 خودش رو بتونه برسونه اگه بخواد قیمتش بره بالا. و همونطور که گفتم اگر بخواد این اتفاق بیفته دامیننس بیت کوین یه سقف جدید میزنه. اگه من بیام توی تایم فریم روزانه یه سقف جدید رو توی دامیننس میبینیم ما و احتمالاً از اینجا ما یه ریزشی داشته باشیم که اون موقع میتونیم یه آلت سیزن خوبی رو تجربه بکنیم. امیدوارم که این تحلیل براتون مفید بوده باشه. حتما نکاتی که گفتم رو رعایت بکنید، خریدتون رو پله‌ای انجام بدین و برای تمام معاملاتتون حد ضرر قرار بدین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.